به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبا و قشنگی که من به شخص خیلی دوستش دارم شروع میکنیم. این کتاب به صورت خیلی خیلی قدیمی بدون جلد در اختیار من هستش، یعنی جلد بدون سانسور این کتابه و من برای عکس روی جلد مجبور شدم توی گوگل سرچ کنم تا بتونم عکس روی جلد این کتاب رو ببینم چه شکلیه. فکر میکنم این کتاب در کتابخونه‌های ایران نباشه، شاید هم آوردن ولی با سانسورهای متفاوت. این کتاب شور زندگی هستش، نوشته آیرون استون، و این کتاب سرگذشت بسیار عجیب و داستانی و رمانی و بسیار تاثیربرانگیز ونسان ون گوگ، نقاش هلندی هستش. این کتاب رو در مجامع بین‌المللی شاید به نامه‌های ونسان ون گوگ هم ترجمه کرده باشن، ولی اسم اصلی این کتاب شور زندگی هستش و من براتون شروع میکنم به خوندن و امیدوارم که قسمت زیادی رو بتونم بخونم. البته این کتاب قطر خیلی زیادی داره. من به شما پیشنهاد میکنم که این کتاب رو پیدا کنید، البته نسخه بدون سانسورش رو، و همه مطالبش رو بخونید و لذت ببرید. با من همراه باشید. ابتدا مقدمه مترجم رو برای شما میخونم. ونسان ون گوگ را تنها بدان سبب نمی‌شناسند که نقاش چیره دستی بوده است. بزرگی زندگی او کمتر از بزرگی آثار او نیست. هماهنگی در میان هنر و زندگانی او شگفت‌آور است. عمر خروشان و شتابنده و دردناک این مرد خود نقش زنده‌ای از هنرش بود. همان گونه که هر اثرش گویی پاره‌ای از عمر و لخته‌ای از وجودش بوده است. ون گوگ به نقاشی دست زد، زیرا در پی یافتن وسیله‌ای بود که با آن آتش درونی خود را فرو نشاند. اگر نگوییم که بار رسالتی بر پشت داشت، باری ناگزیر به تصور این معناییم که سرچشمه نیروی قهار نظیر همان نیرویی که در شکم کوه آتشفشان است در نهاد او بود و او میبایست دهانه‌ای بیابد تا راه آن را به بیرون بگشاید. ون گوگ یکی از کسان کمیابی بود که سفر زندگی را از طریق شاهراه در پیش نمیگیرند، یعنی جاده‌ای که کوفته شده و قافله بشریت عادی آن را میپیماید و آرام آرام بی دغدغه گم شدنی به پایان میرساند. مردانی چون ون گوگ به کوره راهی باریک و سنگلاخ پای می‌نهند، راهی سردرگم و پیچ در پیچ که از هیچ سو به مقصد نمی‌پیوندد. در واقع مقصد اینان دست نیافتنی است، زیرا سر خود را بلند نگاه می‌دارند و بر افق پهناور و دور نظر می‌دوزند و هرچه بیشتر می‌روند افق دورتر می‌نماید. خود او در نامه‌ای به برادرش نوشت: گاهی چنین احساس می‌کنم که سوار بر کشتی هستم که در کام طوفان است. این هنگامی است که دغدغه‌ها و غم‌ها بیش از حد به من روی می‌آورند. باری گرچه می‌دانم که دریا خطرهایی پیش می‌آورد و در او بیم غرق شدن می‌رود، با این همه دریا را خیلی دوست دارم و در مقابل خطرهای آینده احساس آرامشی می‌کنم. در نامه دیگری می‌نویسد: آتشی در وجود من است که نمی‌توانم بگذارمش تا خاموش شود. برعکس باید آن را تیز کنم. گرچه نمی‌دانم به سوی چه فرجامی مرا خواهد کشانید. به احتمال قوی این فرجامی تیره است، لکن در موارد خاصی بهتر است که آدم مغلوب باشد تا غالب. مثلا پرومته باشد نه ژوپیتر. ون گوگ یکی از کسانی بود که نه به خود بلکه به انسانیت می‌پردازند.
از این رو در آغاز جوانی خواست تا از طریق دین به خدمت خلق کمر بندد و به نور ایمان دلهای دردمند را تسلی آورد. پس از آن که در این زمینه ناکام شد، از خدا دل برگرفت و به نقاشی روی آورد. آنچه را که پس از مرارت‌های بسیار در کتاب مقدس نیافته بود، در ترکیب رنگ‌ها جست و کوشید تا بدین طریق بر زخم‌های روح آدمی مرهمی نهد. در طلب مقصود از هرچه بر سر راه خود مانعی می انگاشت برید. از خانواده، از آسایش و تنعم، از نعمت داشتن زن و فرزند، از قیود زندگی و حتی از قیود و سنن نقاشی. تندرستی خیش را نیز به چیزی نگرفت. خود او نوشت: من برای نقاشی کردن زندگی می کنم، نه برای آنکه تن خود را سالم نگاه دارم. بدین گونه یکه و سبکبال رو به راه نهاد. تنها کسی که تا آخر عمر سایه او را دنبال کرد، تئو برادرش بود. زندگی بسیار ساده زاهدانه‌ای برگزید. خواب و خوراکش به آن کیفیت و اندازه بود که او را همان بر سر پا نگاه دارد. چه بسا روزها که گرسنه ماند، روح خود را نیز از هر گونه نوازشی بی بهره داشت. در همه عشقهای خود شکست خورد. سرزنش و تحقیر خویشاوندانش را تحمل کرد. اهانت‌های مردم را که دیوانه و بیکارش می‌خواندند به خود هموار نمود. به رغم این ناگواری‌ها هیچگاه محبت و دلسوزی او نسبت به مردم زحمتکش و مستمند، نسبت به کارگران و دهقانان که در چشم او عزیزترین آفریدگان بودند، کاستی نگرفت. خود را نیز کارگر می‌نامید. با خاک و گل، با دشت و گیاه چنان آمیخته شده بود که گویی پیوندی در میان او و آنها بود. چون پیوند شاخه با درخت، طبیعت را می‌پرستید برای آنکه پاک و پهناور بود و زیبایی جاودانه‌ای در خود داشت. در سراسر زندگیش هیچگاه دروغ نگفت و ریا نورزید، نه با خود و نه با دیگران. پیوستگی در میان زیبایی و حقیقت می‌دید. می‌گفت هر چیزی که زیبا جلوه می‌کند، زیبای واقعی حقیقی نیز هست. ونسان ون گوگ که یکی از پهلوانان غم است. حاصل زندگی او در این سخن خلاصه می‌شود: غم بهتر از شادی است. در نامه‌اش به برادرش می‌نویسد: رنج کشیدن بدون شکوه کردن یگانه درسی است که باید در این زندگی آموخت. درسی که زندگی خود او می‌آموزد اندوهبار و عبرت انگیز است. ماجرای او بار دیگر به یاد می‌آورد که افسانه عمر چه بی‌معنی و معمایی است و نام‌آوری و شکوه و غنای بعد از مرگ خود نیست، مگر دلیل دیگری بر بی‌اعتباری زندگی. ون گوگ در دوران زندگی خود از تحصیل نان روزانه خیش عاجز بوده و میبایست همواره دست طلب به سوی برادرش دراز کند. سرانجام هم فقر و تهیدستی یکی از علل خودکشی او گردید. اما امروز اگر مجموع تابلوهای او را در جایی جمع کنند و به فروش گذارند، یکی از بزرگترین ثروت‌های دنیا را در بهای آن باید پرداخت. کتاب حاضر که آمیخته دلپذیری از افسانه و حقیقت است، سرگذشت زندگی ون گوگ را در قالب داستان عرضه می‌کند. با آنکه قسمت‌هایی از کتاب از روی تخیل پرداخته شده، می‌توان داشت که روح و جوهر واقعیت در آن گم نیست. آیرونگ استون، نویسنده امریکایی، با شکیبایی فراوان مدارک معتبر را درباره ون گوگ گرد آورده. به همه نقاطی که اقامتگاه یا گذرگاه او بوده است سفر کرده و وضع محل را به چشم دیده است. با همه کسانی که خاطره یا روایتی از زندگی نقاش هلندی داشتن گفتگو نموده و کوشیده است تا حداالمقدور تصویری شبیه به اصل از ماجرای او بپردازد. نامه‌های ونسان به برادرش تئو منبع گرانبهایی
برای پژوهش در حال اوست. این نامه‌ها نه تنها راهنمای صادقی برای وقوف به نحوه زندگی و احساس و افکار او هستند، بلکه از نظر ادبی نیز خود شاهکار لطف و سادگی به شمار می‌روند. مترجم محمد علی اسلامی ندوشن یا ندوشن، من تلفظ فامیلیشون رو کامل بلد نیستم. خب با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو شروع کنیم. جاده کلاب ها به راه افتاد. خانه ها در این فاصله از قلب لندن دور از هم بنا شده بودند. در همه باغچه ها بوته های غنچه و یاس غرق شکوفه بودند. ساعت 8:15 بود. کار او در تابلو فروشی گوپیل ساعت 9 شروع می شد. ونسان در پیاده روی چالاک و پرداقت بود. هرچه به شهر نزدیکتر می شد و عمارتها انبوه‌تر می گشتند، به گروه بیشتری از سوداگران برمیخورد که رو به محل کار خود روان بودند. جوان نسبت به همه آنها احساس دوستی بی اندازه‌ای می کرد. آنها نیز می دانستند که عاشقی چه محبت بزرگی است. کناره تایمز را طی کرد، از پل وستمینستر عبور نمود، از پهلوی کلیسای وستمینستر و عمارت پارلمان گذشت، پیچید و وارد عمارت شماره 17 سوتامپتون ستراند شد که محل گوپیل و شرکا، فروشنده تابلو و ناشر گراور در لندن بود. هنگامی که از وسط تالار بزرگ که به قالی‌های ضخیم مفروش بود و پرده‌های گران قیمت در آن آویخته بود می‌گذشت و تابلویی را دید که تصویر حیوانی شبیه به ماهی یا اژدها به درازای 6 گز بر آن نقش کرده بودند و مرد کوتاه قدی گرد آن در جنب و جوش بود. تابلو حضرت میکائیل در حال کشتن شیطان نام داشت. یکی از منشی‌ها از کنار او گذشت و گفت بسته‌ای برای شما آمده، روی میز چاپ سنگی است. اتاق دوم مغازه پس از آنکه آدم از تالار نقاشی‌ها که در آن تابلوهای میله، باوتون و ترنر به نمایش گذاشته شده بود میگذشت، مخصوص تابلوهای قلمی و لیتوگراف بود. در اتاق سوم که بیش از اتاقهای دیگر به محل کسب شباهت داشت، معاملات انجام می‌گرفت. ونسان به یاد زنی افتاد که شب پیش آخرین نفر خریداران بود و خنده‌اش گرفت. زن به شوهر خود گفته بود: هری، این تابلو هیچ چنگی به دل من نمی‌زند. شما چطور؟ سگه یک کمی شبیه اون سگی است که پارسال تابستان در بریتون مرا گاز گرفت. هری گفت: ببین داداش، نمیشه سگ توش نباشه؟ بیشتر باعث درد سر خانم میشن. ونسان خوب میدانست که تابلوهایی را که میفروخت عاری از ارزش بودند. غالب کسانی که بدانجا می آمدند کمترین اطلاعی درباره آنچه می خریدند نداشتند. قیمت‌های گزافی در بهای جنس کم ارزشی می پرداختند. با خود گفت: این چه ارتباطی به من دارد؟ وظیفه من این است که هرچه ممکن است بیشتر بفروشم. بسته ای را که از شعبه گوپیل در پاریس برایش رسیده بود باز کرد. تابلویی بود که سزار دوکوک فرستاده و پای آن نوشته بود: تقدیم به ونسان و اورسلا لوگر، و به فرانسه افزوده بود: دوستان منند. به خود گفت همین امشب که این را به اورسلا دادم از او خواستگاری خواهم کرد. چند روز دیگر 22 سالم خواهد بود و 5 لیره در ماه مزد میگیرم. بیش از این نباید منتظر بمانم. در اتاق آرام فروشگاه گوپیل که محل کار ونسان بود وقت به سرعت می‌گذشت. ونسان به طور متوسط روزی 50 تصویر در موزه گوپیل و شرکا به فروش می‌رسانید و گرچه خوشتر می‌داشت که مأمور فروش پرده‌های رنگ روغنی و سیاه قلم باشد،
لاکن همین اندازه که میدید که با کار خود سودی سرشار به مؤسسه میرساند خوشنود بود. به همکاران خود علاقه داشت و آنها نیز به او علاقه‌مند بودند. ساعتهای خوشی با هم می‌گذرانیدند و درباره چیزهایی که مربوط به کشور قاره اروپا بود گفتگو می‌کردند. پیش از آشنایی با اورسلا، ونسان جوانی بود کمی گوشترخ که از معاشرت پرهیز می‌کرد. مردم او را عجیب و دارای خوی غیرعادی می‌پنداشتند. لکن اورسلا طبیعت او را به کلی تغییر داد. باعث شده بود که او با دیگران بیشتر بجوشد و خود را خوشایند جلوه دهد. از خود به در آید و در زندگی عادی روزمره لطف و نیکی ببیند. مغازه در ساعت 6 تعطیل شد. آقای اوباخ ونسان را هنگام خروج متوقف ساخت و گفت: من کاغذی از عموی شما ونسان ونگوگ دریافت کردم. از من پرسیده بود که کار شما چطور است. در جواب او نوشتم که شما یکی از بهترین کارمندان ما هستید. نظر لطف سرکار است. ابداً بعد از آن که از مرخصی تابستان برگشتید من شما را از اتاق عقب به قسمت سیاه قلم و لیتوگراف می آورم. مخصوصاً در یک همچون موقعی این برای من خیلی مهم است. برای اینکه من به زودی ازدواج می کنم. راستی خبر تازه است که به نظرم همین تابستان. هنوز درباره تاریخش فکر نکرده بود. خب پسر جان مبارک است. اول این سال ماهیانه شما افزایش پیدا کرد. وقتی که از ماه عسل برگشتید باز هم در این باره فکری می‌کنید. بعد از شام ونسان صندلی خود را عقب کشید و گفت: مادموزل اورسلا، الان میروم گراور شما را میآورم. اورسلا پیراهن زنگاری گلدوزی شده‌ای که تازه مد شده بود در برداشت. خود نقاش عبارت قشنگی برای من رویش نوشته. آره، اگر چراغ بیارید من آن را در کودکستان نصبش میکنم. دختر لبان خود را به وضعی بوسه طلبانه جمع کرد و از گوشه چشم نگاهی به او انداخت. من باید برم کمک مامان. چطور نیم ساعت دیگه این کار را بکنیم؟ ونسان در اتاق خود آرنج‌ها را بر کمد کوچک خویش تکیه داد و خود را در آینه نگاه کرد. به ندرت درباره قیافه خود اندیشیده بود و در هلند این گونه مسائل خیلی اهمیتی نداشت. متوجه شده بود که در مقایسه با انگلیسی‌ها صورت و سرش درشت بود. چشمانش گویی در شکاف ژرف صخره افقی قرار داشت. بینی بلند و برجسته داشت. پهن و دراز چون استخوان قلم. پیشانی گنبدوارش به بلندی فاصله میان ابروهای پهن و دهان شهویش بود و فک‌هایش درشت و نیرومند و گردنش چاق و نسبتاً کوتاه و چانه پهنش نمودار زنده‌ای بود از سجایای هلندی‌ها. روی خود را از آینه برگرداند و تنبلوار در گوشه تخت خواب نشست. در خانواده‌ای پرهیزکار بزرگ شده بود. تا آن روز هیچگاه دختری را دوست نداشته بود. حتی هیچگاه نگاه بر زنی نیفکنده و با زنی شوخی نکرده بود. در عشقی که به اورسلا داشت اثری از خواهش یا شهوت نبود. جوان بود، جوانی خیال پرور و نخستین بار بود که در زندگی عاشق شده بود. به ساعت خود نظری افکند. فقط 5 دقیقه گذشته بود. 25 دقیقه‌ای که هنوز باقی بود پایان ناپذیر می‌نمود. یادداشتی را که برادرش تئو لای پاکت مادرش گذاشته بود بیرون کشید و از نو به خواندن آن پرداخت. تئو 4 سال از ونسان جوانتر بود و به تازگی جای او را در شعبه فروشگاه گوپیل در لاهه گرفته بود. تئو ونسان مانند پدرشان تئودروس و عمویشان ونسان در طی کودکی خود 2 برادر عزیز خانواده بودند. ونسان کتابی برداشت، کاغذی بر آن نهاده و نامه‌ای به تئو نوشت. چند طرحی را که در کناره رود تایمز کشیده بود از کشوی کمد کوچک بیرون آورد و با عکسی از تابلو دختر شمشیر به دست اثر ژاکه
توی پاکت نهاد تا برای تئو بفرستد. بلند با خود گفت ای بابا، به کلی فراموش کردم که با اورسلا قرار داشتم. به ساعت خود نگاه کرد. ربع ساعت دیر کرده بود. شانه‌ای برداشت، کوشید تا موی سرخ ژولیده خود را اندکی صاف کند. تابلو سزار دوکوک را از روی میز برگرفت و از اتاق بیرون دوید. چون وارد سالن شد، اورسلا گفت فکر کردم مرا فراموش کردید. دختر مشغول به هم چسباندن کاغذهایی بود تا برای نینی‌های خود اسباب بازی درست کند. تابلوی مرا برایم آوردید؟ می توانم ببینمش؟ دوست دارم که وقتی نصبش کردم آن را ببینید. چراغ چطور شد؟ پیش مامانه. چون ونسان از مطبخ برگشت، اورسلا شال لاجوردیش را به او داد تا دور گردن اورسلا بپیچد. از لمس ابریشم شال لرزه‌ای بر تن جوان افتاد. بوی شکوفه‌های سیب در باغچه پیچیده بود. راه تاریک بود و اورسلا سر انگشت‌های خود را بر آستین کت سیاه خشن جوان گذاشت. بین راه ناگهان سر خورد. همین باعث شد که بازوی جوان را محکم‌تر بچسبد. از بی‌بندوباری خود خنده‌ای زد. ونسان از خود پرسید سر خوردن که خنده نداره. ولی از احساس بدن دختر که موج خنده را در راه تاریک با خود می‌برد لذتی یافت. در کودکستان را گشود تا اورسلا داخل شود. هنگام ورود صورت ظریف و خوش ترکیب دختر به صورت او خیلی نزدیک شد. دختر چشمانش را در چشمان او خیره کرد، چنانکه گفتی پیش از آنکه از او سؤال شود به پرسش او پاسخ میداد. ونسان چراغ را روی میز گذاشت. گفت گراور را کجا می‌خواهید آویزان کنم؟ بالای سر میز من. به نظر شما چطوره؟ نزدیک 15 میز و صندلی کوچک در اتاقی که متعلق به محل سابق سکونت تابستانی بود یافت می‌شد. در یک گوشه آن سکوی کوچکی بود که میز اورسلا بر آن قرار داشت. جوان و اورسلا کنار هم ایستادند و نگاه می‌کردند تا جای مناسبی برای تابلو پیدا کنند. ونسان مضطرب بود. میخ‌ها هنگام کوبیدن از دستش افتادند. دختر با صدایی خودمانی و آرام به او خندید. اینطور آدم شلخته بگذارید من بکنم. بازوانش را دو سوی سر بلند کرد و به نصب تابلو پرداخت. عضلاتش حرکات ماهرانه‌ای داشت. چالاک و دلپذیر بود. ونسان می‌خواست در پرتو نور چراغ او را در آغوش گیرد و به این وضع شکنجه‌آمیز خاتمه دهد. لکن اورسلا گرچه در تاریکی خود را به او چند بار نزدیک کرده بود، در وضع مناسبی برای این کار قرار نمی گرفت. ونسان چراغ را بالا گرفت و دختر خطی که زیر گراور نوشته شده بود خواند. خوشحال شد. دستهایش را به هم زد و چند بار از شادی روی پاهای خود جست و خیز کرد. چنان در جنب و جوش بود که ونسان نمی توانست پا به پای او برود. دختر گفت به این ترتیب او هم دوست من است نیست؟ من همیشه دلم میخواست با هنرمندی آشنا بشم. ونسان میل داشت حرف محبت آمیزی بزند، حرفی که راه را برای خواستگاری او بگشاید. اورسلا در فضای تاریک و روشن روی خود را به سوی او برگرداند. پرتو چراغ نقطه‌های ریزی از روشنی در چشمانش ایجاد کرد. صورت بیضی شکلش را تاریکی به میان گرفته بود و جوان چون لب‌های سرخ مرطوب او را دید که در پریده رنگی صورتش برجسته می‌نمود، احساس کرد که چیزی در وجودش به جوشش آمد و نمی‌دانست آن چه بود. چند لحظه سکوت معنیداری در میان آمد. جوان حس می‌کرد که اورسلا در انتظار به سر می‌برد. منتظر است که کلمات عاشقانه از زبان او بشنود. چندین بار لب‌های خود را از آب دهان تر کرد. اورسلا سر خود را برگرداند و با حالتی متعجب در چشمانش نگاه انداخت و از در بیرون رفت. ونسان دید که فرصت از دست می‌رود. وحشت زده شد و به دنبال او بیرون رفت. دختر لحظه‌ای از زیر درخت سیب ایستاد. اورسلا بی زحمت
دختر روی خود را برگرداند و بر او نگاهی انداخت. کمی می‌لرزید. ستارگان به سردی می‌تافتند. شب سیاه بود و انسان فراموش کرده بود چراغ را با خود بیاورد. تنها روشنی حیات بر اثر پرتو بیرنگی بود که از پنجره مطبخ بیرون می‌زد. عطر زلف اورسلا شامه‌اش را پر کرده بود. دختر شال ابریشمین را روی شانه‌هایش کشید و بازوانش را روی سینه‌اش جمع کرد. جوان گفت سردتان است؟ آره، بهتر است بریم تو اتاق. جلوی راه ایستاد. گفت نه، خواهش دارم من. دختر چانه خود را در گرمی شال فرو برد و با چشمان گشاده حیرت زده‌ای نگاه بر او دوخت. چیه موسیو ونگوک؟ من سر در نمیارم. میخواستم چند کلمه با شما حرف بزنم. ببینید حالا نه، خواهش دارم، من سردم است. فکر میکردم میدانید امروز من ترفیع مقام پیدا کردم. به زودی میرم به قسمت سیاه قلم ها. این دومین افزایش حقوق من در سال است. اورسلا عقب رفت. شال را از دور گردن خود باز کرد و با حالتی مصمم در تاریکی ایستاد و بدون احتیاج به پوشش گرم بود. گفت موسیو ونگوک، راست و پوستکنده چه میخواهید به من بگویید؟ جوان احساس سردی در صدای او نمود و از اینکه ناشیانه رفتار کرده بود به خود لعنت کرد. ناگهان اضطراب از او دور شد و خود را آرام و قائم به نفس یافت. در ذهن خود چند لحن مختلف آزمود. با لحنی که از همه بهتر پسندید گفت اورسلا، میخواهم چیزی به شما بگویم که خودتان میدانید و آن این است که من عاشق شما هستم و تنها موقعی میتوانم خوشبخت باشم که شما زن من باشید. دید که دختر از اینکه ناگهان بر خود تسلط یافت یکه‌ای خورد. نمیدانست که میبایست او را در آغوش بگیرد یا نه. صدای دختر کمی بلند شد. زن شما؟ چطور موسیو ونگوک؟ این غیر ممکنه. از زیر پیشانی پرتگاه مانندش بر او نگاه انداخت و دختر در تیرگی چشمان او را به وضوح دید. گفت حالا من مقصود شما را نمیفهمم. خیلی عجیبه که نمیدانید بیشتر از 1 سال است که من نامزد هستم. نفهمید چقدر در آنجا ایستاده بود یا چه احساس میکرد و چه میاندیشید. آهسته پرسید نامزد کی؟ نامزد مرا هیچ وقت ندیده اید؟ پیش از اینکه شما بیایید اتاق شما می نشست. من فکر می کردم این را می دانید. چطور می خواستید بدانم؟ دختر روی پنجه های پایش ایستاد. رو به مطبخ نگاهی انداخت. خب من فکر می کردم کسی به شما گفته باشه. چرا در عرض این 1 سال این را از من پنهان داشتید؟ و حالا که می دانستید من به تدریج عاشق شما می شدم؟ دیگر تردید و تزلزلی در صدایش نبود. تقصیر من بود که شما عاشقم شدید؟ من فقط میخواستم با شما دوست باشم. از موقعی که من توی این خانه آمدم او به ملاقات شما آمده است؟ نه، در ولز است. تعطیلات تابستانش را میآید اینجا با من میگذراند. پس بیشتر از 1 سال است که او را ندیده اید. در این صورت حتما فراموشش کرده اید. حالا من تنها کسی هستم که شما دوست دارید. این را گفت و احتیاط و شرم را از خود دور کرد و او را به سوی خود کشید و با خشونت دهانش را که در زیر لبان او مقاومت میکرد بوسید. رطوبت لبها و شیرینی دهان و عطر زلفش را چشید. همه حدت و شور عشقش در درون او به غلیان آمد. اورسلا، شما او را دوست ندارید. من نمیگذارم او را دوست بدارید. باید مرا به همسری برگزینید تا او را فراموش نکنید و زن من نشوید. دست بردار نخواهم بود. دختر فریاد زد زن شما بشم؟ مگه مجبورم که با هر کسی که عاشقم میشه ازدواج کنم؟ حالا دیگه بگذارید برم. فهمیدید؟ و الا داد میکشم. خود را از دست او رها کرد و نفس زنان در راه تاریک میان باغچه به راه افتاد. همین که دم پلکان رسید روی خود را برگرداند و با صدای نجوای کوتاهی که به گوش ونسان چون فریادی آمد گفت دیوانه موسرخ.
امیدوارم که از این کتاب زیبا، همین تیکه هایشی که برای شما خوندم، لذت برده باشید. این کتاب خیلی طولانی هستش و اگر من خیلی توپق زدم فکر میکنم به خاطر این باشه که کلمات خیلی کمرنگ شده و این کتاب چون خیلی قدیمی هستش و حتی الان برگه ها هم به صورت تکه پاره شده در اومده، ولی چون دوستش داشتم در کتابخونه خودم نگهش داشتم و این کلمات خیلی کمرنگ شده و یاد دیده نمیشه و من خیلی فکر میکنم توپق داشتم که برای شما خوندم، با اینکه چندین بار این کتاب رو در خلوت برای خودم خوندم. امیدوارم که این کتاب رو بتونید بدون سانسورش رو تهیه کنید و از این نامه‌های زیبایی که ونسان ون گوگ به برادرش و اعضای خانواده‌اش نوشته و همچنین از داستان زیبای این نقاش هلندی لذت ببرید. ما لازمه که ونسان ون گوگ وجود خودمون رو کشف کنیم و امیدوارم همه روزی به این جهت موفق بشیم. از اینکه با من همراه بودی سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.